Molu davlatni topgaysan, ota onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. Sening mehring ular ko'ngil to'rida saqlagaylar kim? Ulardan boshqa birovdan bu koshonang topilmaydi. Molu davlatni topgaysan, ota onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. Hayal qilsang kutib ostonani, teshgay ular ko'zi. Ular ketganda bu yangliq. Assalomu alaykum tomoshabinho, binandahoy azizi shabakаи Shahnon. Imroz ҷамои табрикоти Shahnon дар тарабхонаи Тогир Оғо дар деҳаи Оҳалик барои табрик кардани ҷашни зодрӯзи Алишерамак омадем. Имрӯза табрикотро албатта аз номи ҳамаи фарзандон, аз мусофирон аз номи Афзалшо ака, аз номи Сарминозоитӣ, Акбаршо, келинҳо ва шахсан аз номи соҳибаоитӣ табрик мегӯем ва лаҳзаҳои хурсандиро ҳамроҳи шумо ба ҳам мебинем. با ما باشید با شبکه شهنام. عظمت جان شما و رحمت. این کس عظمت جان محمدیف شاگرد سلیمکه. سرخ شاگردای سلیمکه و سان و سناخش نیست. بسیار شاگرداشون. دوستان عزیز، برای علیشیر جان و آیله شان تبریک کردم. از نام همه صنعتکاران از دولت گرمانیا، انا همین پسرچه کلانی علیشیر جان، افضل سخندان زیبای آهالیک، شاگرد عزیزمان، یکمش روح و ارواحی زاهد و ابوالمجمکم شاد شود. آن کس سردار سخندانان سمرقند بودند، چونکه زبان مادریه درجه عالی و نقص میدانستند. شعر علیشیرکه برای استاد زاهد و ابوالمجمکم، برای همه زاهدها نزد ارباب سخن مایه ایمان ادب است. لاجرم پیشه مردان سخندان ادب است. آدمی زاد اگر بی ادب است آدم نیست. فرقی بین آدم و حیوان ادب است. ایلای استاد یک تا استاد به یک تا قرصک سرتان به آدم روحشان شاد شاد. ایلای جانان پدر شما یک تا آمدگی بودن. خدا خواهد من روز افزونم اشتاسم اینجا باز همه خیلی انسان میبین آهالیک با، چون که الله مردم کوهستان سخندان و سخنسنج آفریدگی. اگر همه خیلی نمیشد سلیم جان بر این انسان ها شهرت بر این عظمتکم بر این ها نمیشدن در آهالیک. اینجا بید همین هم الهام گفته پسرچه ابوالمجمکم. اینجا بیام سخن کن. همین گپ استاد رحمت شما با آنان که کهن بودند و آنان که نوند، آنان که کهن بودند و آنان که نوند، هر یک پی یکدیگر یکایک بروند. این ملک جهان با کس نماند جاوید، آیند و روند و باز آیند و روند. من میخواهم که فرزند امخیل پدر هستم، فرزند امخیل اولاد، فرزند امخیل دیار، برای من امخیل اکوها، من امخیل استازا برای من هم وقت سلامت باشم، ما خدمت خلق کنم.
یک تا قرصک زنید هنوی شاگردم آل جانم آیم دو روان رحمت باز یک تا دیگر شعر است همین شعر من گجه و اگر جانان بینم میخونم وای آدم این شعر زاویده وحشه درجه بلند با آورده خواندگی این برای همه شاگرداشان دیویز بود آهلیکم سرزمینی زرگسارم تو به من هم زادگاه و هم دری بختی امیدم میرسد روزی که در بحرت کلانه میشوم میرسد روزی که در بحرت کلانه میشوم سوی آسمان میروم تعریف تو را میکنم هم زی این خلقی دلیرت هم زی این آب و هوا با ستاره میکنم تعریف در عالم یکا برای آهلگی ها خرسر زدیدم ساق باشدم سخن تبریکی از نام گروهی تبریکاتی شهنان و سخندان دیهی آهلگ شاگردمان حسین جان نار محمدوف و خرسر زدیدم برامد حسین جان نوبت و شما از نام گروهی شهنان حسین نام گروه بشه بدانید به چی ماندگی شهنان روح و ارواح شادان حنیف شاد شود کتابشان هست من بیبلیتک مکتب بومبروید رازهای شهنان گفتگی کتاب است اونجا ترسنش همون کتاب همش آهلگی ها هستن من خواندگی به کتاب ها یکمین قدیمه نام آهلگ شهنان دره یا شهنان بودگی من انمی شاگردم نام گروه هاشه تیش در نام آهلگ آباد کیس است کسب و کارات ما برکم برود هزار رحمت تشکر استادی عزیز اولا السلام علیکم پدران مادران عزیز مهمانان سلاله بزرگترین دیهه آهلی که ما زاهیدوف ها پشتی در بودیم و یادآوری استاد عزیز را به حرمت شادروان زاهیدوف شنیدیم اولین سخنی که در نزد صحنه برآمدم و اولین استاد که بهر من دعا دادند شادروان داملا زاهیدوف بودن و بهر من گفتند با دعای نیک نطق زیبا زی خاموشی بهتر است ورنه در جام فراموشی بهتر است در سخن دور بایدت گفتن ورنه گنگی به از سخن گفتن معنیشان است که هر آن سخنی که میگوییم به افتخار آن صاحب جشن ها باید دور و گوهر گردد خدا رحمت کند استاد عزیزی ما را و امروز باشد ما برای تبریک کردن یکی از آن برمردان دیهه آهلیک عزیز ما علی شیرمک آمدیم میخواستیم به صحنه علی شیرمک صاحب خاله را با قرصکای شما عزیزان دعوت سازیم مرحمت صاحب تویان را صاحب جشن ها را به نزد ما تکلیف میکنیم مرحبا صد بوسه زنم خاکی قدم های پدر را السلام علیکم بردیده کنم منزل و مأوای پدر را صد رنج کشد روزی تمام از پی نان وای صدقه شوم آبیله دستان پدر را یک روز نگفت خسته و افسرده شدم من وای صدقه شوم همت والای پدر را چون کعبه توافش بکنم در همه هستی پرنده کنم خدمت و رنجهای پدر را علی شیرمک زاد روز مبارک روز تولد را میلاد عمر را برایتان مبارک باد میگویم 60 سالگی امروزه بهارتان مبارک باشد مانند امروز برای شما تنها آرزو میکنیم که همراهی شما هست صحت سلامتی هیچ وقت شما را ترک نسازد همراهی خاله جان عزیز صاحب خاله دمی پیری به دولت پیری را دیدن حضور و حلاوت آن فرزندانی که شما کلان کردید و در خدمت آهلی که ما هستند من یکی از برادران ما در مسافرت هستند افسر شوکه
از نام خواهر عزیزمان سروینا زایتی، از نام اکبرشاه که صاحب یک کارخانه بزرگترین است در سمرقند ما، از نام کلین پاشاها، از نام نبیره های بیشمار شمایان را تبریک میگوییم. پدر ما چنین پدر هستند که یک بار بچه‌م هلاک شدم گفتگی سخنشان را نشنیدیم، گفتن پسران عزیزتان. حاضر تا درآمد صحبت کردیم. پدر ما در زندگی از خردی ما برای ما قهرمان هستند. جاش آمد همچون دوست، جاش آمد همچون برادر، جاش آمد همچون پدر نصیحت و پند دادن بهر ما تا دنیا هست جاویدان باشن و در سر ما سایبان دعاگوی سرنوشت کتابی ما پدر است. همیشه صحت سلامت و تاجی سر طلایی ما شده گردند. پدر تو کوهی بر آسمان ما کوه پاره ایم، تو قله بلندی و ما همچون پاره ایم. بیرون شدن ز راهی تو بر ما فلاکت است، تو مثل راه آهنی ما چو قطاره ایم. در فکر زندگی ما آب و ادا شدی، تا ما شدیم بپا تو خود در دیپا شدی. به مثل بر بزرگی و فیض و سخاوتی، سر تا بپا پندی و دنیای حکمتی. علی شرمت من امروز 60 سالگی یوبیله است. تا با وای رسیدن فرزندان چند سالها در مسافرت مهنت کردیم. بگذار انا همون مهنت حلال که با لقمه حلال فرزندان را کلان کردید امروز میوه‌اش را می‌دهد. من بسیار میفخرم و هوس میکنم به عائله شما صاحب خاله، عائله خوشبخت‌ترین هستید. بگذار ایزی قدم شمایان را فرزندان، کلین و دختر و داماد حاضر کنند. برای نسل نورس، برای عائله هایی که نو عائله برپا کرده ایستاده شمایان را مثال بیاریم می‌ارزد. چون که مهر و محبتی که در مابین فرزندان شما است بسیار همچو داستان کنیم می‌ارزد. بگذار تا ابد انم خیل باشد و دمی پیریشان و شمایان سایبان شده گردید. زادروز مبارک. لحظه های خرسندی را مبارک باد میگوییم. امروز روز شادیانه است، لحظه خرسندی است. خدا کند که سال آینده انا همین روز و شب ما برای تبریک شمایان بیاییم و حاجی بابا حاجیانه زیارت عمره مبارک باشد، زیارت حج اکبر مبارک باشد. گفته شما را تبریک کردن برای ما نصیب کند. و البته با چنین نیت ها علی سلامت در هر آن خاندانی که خدا را شکر میگویم، اما خاندانی که رفته همین سخنها را کردیم بعد از 1 سال یا 2 سال است رفته، باز انا همونها را با زیارت حج تبریک کردیم. خدا خواهد در خاندان شما هم نصیب باشد مهمان میشویم. با چنین نیت ها از نام فرزندان در این دنیا از همه کتاب قیمت بهاترین که با نام کتاب قرآن است پیشکش هم پدر و مادر میکنیم با فرسک‌های مهمانان. مرحمت. Улетает время и бегут года, бурной молодость была тесная, под восточным солнцем добрая душа, ты с судьбой играл в решку и орла, жизни сделал ты немало и поднимем мы. لحظه های خرسندی مبارک باشد. امروز بزم زیباست. البته صاحب خاله چند سال شد آخری که ما با آمدگیاتان بر 37 قریب 40 سال شده است. 40 سال این یک کودک 40 ساله می شود. ما بین 40 سال با انا همین عائله برای خوشبخت زندگی کردن رولی مهم را شما بازیدید. بگذار همیشه خوشبخت‌ترین زنی دنیا باشید و همراهی شما هم نفس شما علی شرمک باشد و دعاگوی سر فرزندان باشید. حاضر افسر شاکری صحبت کردم، پدر مادرم رحمت گوید که من در زندگی منم مسافری بگشتم، اگر پیش پای پا خورم اگر با سر بلند باز راه هم دوام میکنم. بعد حکمتش را شنیدم که دعای پدر مادر مستجاب بوده است. از آن رحمتیات قدم شدند. همیشه صحت سلامت باشند. اگر امکان میبود همین روز هر دویشون را آغوش میکردم، رقص میکردیم، خرسندی میکردیم، لیکن صد افسوس من قلبا همراهشان هستم. طریق آنلاین شما رو تماشا میکنن، سلام خود را رساندن و همیشه موفق باشید. همیشه در سر فرزندان دعاگوی سر آنها باشید. روز خرسندی، روز بیرام را برایتان مبارکباد میگویم. و در درآمد استاد عزیزی من معلم میزرو معلم گفتن از همه گفتن که از دوی ما هم تبریک کنید، ما رقصش که تبریک میکنیم و سخن به خطر نیستیم گفتن و
میخواستیم از نام فرزندان نیت‌های نیکشان را شنویم. سریع نظایتی مرحمت. السلام علیکم همه مهمان ها، خوش آمدید همتون. من امروز دادا جانم با روزی زاد روزشان تبریک میکنم. الهیم وقتی ما به همه وقت صحت سلامت گردید دادا جان. بیم که الهیم خوشا پیر شوید. همیشه تکیه گوهی ما شده گردید. شما به رحمت ما نه هیچ کی کم نکده، در زیاد کده، کلان کده، همش به رحمت شما با. بزار رحمت مرحبا. دادا جان تبریک میکنیم. بریم 100 ساله شوی. همه وقت حضور نیوارات نبینی، حضور فرزنده بینی، حضور مهمه بینی. همه وقت گفتگی نیتاتون مرسی. رحمت. رحمت. السلام علیکم. من از نام خدا از یورتی مسافرت از نام پدرجانم بابا جانم را با روز شکرانه‌شان تبریک میکنم. همه وقت سری مهم و صحت سلامت گردد. از نام پدرجانم دو مثل شعر همیشه من تمانم تغل لیلی یمانم özümni qahramonım hammadan zo'r sizda baxtiyor yo'q menchalik sizga qilay erkalik suyansam tog' yelkalik hammadan zo'r sizda erkak bo'l deb er bo'l deb zoti toza sher bo'l deb o'g'lim mendan zo'r bo'l deb hammadan zo'r sizda omon bo'ling baxtimga sulton bo'ling taxtimga hammadan zo'r sizda. Молодец, rahmat. Namak darg'alo shirinda shadu shakar qildi jigaro xurchoy to'yatcha misli pado qildi bobojon tabrik qilib sadbod va yashar bo'lmas sog' salomat. Babajon tebrik ederim Sadat Roye. Ey padajon xoki poyan nesavan. Vaqti seriman asoya nesavan. Bu hamadorona dori zindagi ruhi havli kapsi poyan nesavan. السلام علیکم. من بابایم را با روزی زادروزشان تبریک مبارکباد میکنم. الهی با سر آنم نیورا فرزندان کلینان ساق سلامت کنم. گرین پاشه ها شب و روز در خدمت پدر مادر. یک تا نیت های نیکشان را شنویم مرحبا. السلام علیکم مهمانکای عزیز، خوش آمده هم یکاتون. من از این فرصت همت‌بها استفاده برده غلامک جان 100 ساله شوه دعاگویی ماها شده گرده. همه وقت جانم کتی خوشه پیری به دولت شده حاجی آنه حاجی بابا شده گرده. پدر ای گنج نایابی زمانم زمین و آسمانم سایبانم برایت میکنم خدمت شب و روز دعا کن تا که جای در نمانم. الهیم سرام و ساق سلامت کرده. صاحب خاله شما تبریک کردید می نمیالی؟ اولا بار شما علیکم مهمانای عزیز و بدکنی ماها. من امروز بابا جان شهر زادروزشان بودم. الهیم سری ما به ساق سلامت کردم. بزرگی نیوه هاشون نبینم. همه وقت پشت خودسان شده کردم. gökte yıldızlar mudom parlasın. Allah'ım her kadamda sizni aslasın. Köpler yetolmadan Makkatıllah'a Allah'ım gel diye özü çalmasın. İlahi Makkatıllah'a laftan açıklar. Amin. Kadir Oğda
شوی خاک پایش کعبه بوسی داخمی جنت شوی تبریک میکنم صد بداره رحمت علی شیرمک صاحب خدا یک جویا میگویم که امروز 40 سالگی توی است یوبیلی است همه سر یک جویا میکنیم و تارت رو میبریم شیرینی را با یک درجه اعلی امروز بعضم را برگزار میکنیم بگذار با این عائله خوشبخت شمایان هیچ وقت چشم نرسد فرزندان همیشه دعای نیک شمایان را گرفته و مرتبه های از این هم بلندترش و رسیدن نصیب کند مرحمت شیرینی را نزدیکتر میبریم تارت ها را میبریم و از آن تناول میکنیم مرحمت Поздравления, здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. مبارک باشد مرحبا Понедельник или среду, мне без разницы, приеду. Потому что день особый на табло календаря. Хоть на Мазде, хоть на Порше, хоть на Жигули до Польши. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. امروز علی شیرمک روزی خورسندی است همه نیت ها همه تبریکات ها همه سورپریز ها برای شماست و اعضام فرزندان گفتند که پدر من بسیار سند دوست هستند و میخواستیم امروز در روز خورسندیشان یکی از آن سندکاران دوست داشتهشان را تکلیف کنیم مهمان از جمهوری برادری تاجیکستان هنرمندی که با سرودهای بهترین است از دل و دیده ما جای گرفته است البته آن سرودی که ما و شما از یاد میدانیم چارباغی بالا امروز برای تبریک کردن صاحب جشن ما علی شیرمک آمده است خورشید مومین جان استقبال میگیریم مرحمت زاد روز مبارک دور خیش است بحری زمان شناسان ما خود زمانه هستیم هنرمند خوشاواز برای تبریک کردن برای شادباش گفتن امروز صاحب جشن ها آمده است خوش آمدن مرحبا پدران مادران گرامی من از نام خودم از نام اهل سند از نام صاحب جشن همه شما را خوش آمدید میگوییم 100 ساله ها عمر بینید اما وقت درگاه شما توی تنتنه باشد و اهل سند در خدمت باشید مرحمت چهلی که گاده کردیم برای مخلصان اولین سرود مخصوص برای صاحب جشن سرود با نام چارباغی بابا سلامت باشید چارباغی بالا کنار بلنده چارباغی بالا کنار بلنده لبانی آرم شیرین جان لباش برخنده لبانی آرم شیرین جان لباش برخنده چارباغی بالا کنار بلنده چارباغی بالا کنار بلنده
نگفتی من یار دارم رفته نگفتی من یار دارم در شهر کلا شرم جان غمخوار دارم در شهر کلا شرم جان غمخوار دارم چارباغی بالا چنان بلنده چارباغی بالا چنان بلنده لبان یارم شرم جان لباش پرخنده لبان یارم شرم جان لباش پرخنده حالا جوانی باید بگانی این دنیا دور جان باید بدانی این دنیا دور جان باید بدانی چارباغی بالا چنان بلنده چارباغی بالا چنان بلنده لبان یارم شرم جان لباش پرخنده لبان یارم شرم جان لباش پرخنده لبان یارم شرم جان لباش پرخنده بار دیگر مبارک باشد. مرحمت سرودهای رقصی میخوانیم. مادران، برادران، صحنه کلام از آن شما خرسند میکنم. ای تخار آمدم ای تخار آمدم کولا برم جانان خطیار آمدم بیار برم لالا ای جامن نارنجی سار نارنجی ای جامن نارنجی
اینک عزیزان پیشکش شما کردیم یک لحظه خورسندی برای سورپریزها را و علی شیرمک را در روز خورسندی زادروزشان در روز تولدشان تبریک کردیم. پیشکش شما را کردیم با باشد اگر تبریکات ها سخنها داشته باشد در که ما میخواهد رساندن در پایان نامبرهای تلفنی ما هست. البته زنگ زدنتان ممکن است با باشد و خود را احتیاط کنید.